ببینید اگر میخواهید جای تست بازیگری بدید و تستتون مورد قبول کارگردان قرار بگیره، مهمترین مسئله بحث باورپذیری از نگاه تماشاگران. ببینید کسی که میاد و آموزشگاه رانندگی میره، بعد که دورش تمام میشه، زمانی که پشت ماشین میشینه، افرادی که از کنار میگذرن به نوع رانندگی فرد که نگاه میکنن میفهمن این تازه کاره، فرمان اینجوری چسبیده، اصلا نگاه همه چیز طبیعی نیست. ولی بقیه رانندگان نگاه میکنی خیلی راحت باید تو تخمه میشکنه اینا فلان. چرا؟ چون کسی که هنوز تازه گواهینامه گرفته تمرین زیاد نبوده، چون تمرین زیاد نبوده تابلو داره رانندگی میکنه. درست. بازیگری دقیقاً همینه. افرادی که میرن تست میدن، دختر گلم از ماها که مردها هستیم بگیر که افرادی که میرن تست میگیرن، ببخشید، افرادی که میرن تست میدن کنار کارگردان، اینها معمولاً همون کسی میشن که گواهینامه رو گرفته ولی داره تابلو بازی میکنه. ببین سید جان، بازی تابلو بود، نتونستیم باورش کنیم. ببین یه آدم به این میزان معلولیت انقدر و این همچین موجودی باشه، این از ما خیلی سرحال‌تر. میشه جواب بدم؟ نه، میخوام بگم ببین باید همینا انقدر تمرین میکردی، انقدر تمرین میکردی جزء ذاتت میشد، معلولیت جزء ذاتت میشد و من نتونستم خوب باش ارتباط برقرار کنم. یعنی اینقدر ریتم یادتون جلسه قبل ریتم خیلی مرسی دختر.